چرا هر بار که یه قسمت جدید از خاندان اژدها پخش میشه یه عده میگن خوبه ولی هیچ وقت گیم آف ترونز نمیشه؟ گیم آف ترونز از همون قسمت اول یه دنیا رو بهمون نشون داد، نه فقط یه خانواده. یه طرف جان اسنو پشت دیوار بود، اون طرف دنریس وسط بیابونها. تیریون داشت توی کینگز لندینگ بازی سیاست رو یاد میگرفت، آریا فرار میکرد، سانسا داشت بزرگ میشد، سرسی نقشه میکشید، جیمی تازه داشت میفهمید قهرمان بودن همیشه به معنی خوب بودن نیست. هر شخصیت انگار داستان خودشو داشت و جالب اینجاست که هر کدومشون میتونستن شخصیت اصلی یه سریال جدا باشن. اما خاندان اژدها از همون اول یه تصمیم متفاوت گرفت. گفت من نمیخوام داستان وستروس رو تعریف کنم. میخوام داستان سقوط یه خانواده رو تعریف کنم. برای همین بیشتر وقتمون با رنیرا، الیسنت، دیمون، ویسیریس، ایموند و اگان میگذره. دنیا کوچیک‌تره ولی احساسات عمیق‌تره. به نظرم اولین تفاوت بزرگ این دو سریال مقیاس داستانه. گیم آف ترونز درباره 7 پادشاهیه، درباره 10 خاندان، استارک‌ها، لنیسترها، باراتیون‌ها، تارگریان‌ها، گیرجوی‌ها، تایرل‌ها، مارتل‌ها. هر خاندان یه فلسفه داشت، یه فرهنگ داشت، یه هدف داشت. حس می‌کردی واقعاً داری تاریخ یه قاره رو می‌بینی. اما هاوس آف د دراگون تقریباً همه چیز به یه سوال ختم میشه. چه کسی باید روی تخت آهنین بشینه؟ و همین سوال پدر رو روبروی دختر قرار میده، برادر رو مقابل برادر، مادر رو مقابل فرزند، دوستی رو مقابل عشق. اینجا دشمن از اون سر دنیا نمیاد، دشمن پشت همون میز شام نشسته. یه چیز دیگه‌ای که باعث شد عاشق گیم آف ترونز بشیم غافلگیری بود. واقعا فکر میکردیم ند استارک شخصیت اصلیه، بعد یهو سرش قطع میشه. هنوز از اون شوک بیرون نیومده بودیم که عروسی خونین اتفاق افتاد و بعد اوبرین جلوی چشممون کشته میشه. بعد هودور، بعد شیرین. هر بار که به یه شخصیت وابسته میشدیم سریال بهمون یادآوری میکرد که این دنیا هیچ رحمی نداره. برای همین همیشه مضطرب بودیم. ولی خاندان اژدها از یه جنس دیگه است. اینجا شوک داستانی کمتره، تراژدی بیشتره. از همون قسمت اول میدونیم این خانواده قرار خودش رو نابود کنه. وقتی ویسیریس تاج رو روی سر رنیرا میذاره، همون لحظه انگار بذر یه جنگ کاشته میشه. جنگی که سالها بعد نه دشمنها بلکه بچه‌های خود همین خانواده قرار شروعش کنن. گیم آف ترونز پر از آدمای خاکستری بود. مثلا جیمی که اولش ازش بدمون میومد ولی بعد کم کم عاشقش میشدیم. اول فکر میکردیم تیریون فقط یه آدم بامزه است و بعد دیدیم شاید عاقل‌ترین سیاستمدار کل داستانه. سرسی که به دفعات ازش متنفر میشدیم ولی بعضی لحظه‌ها کاملا درکش میکردیم. و خشن‌ترین آدمای داستان که کم کم تبدیل میشدن به یکی از دوست داشتنی ترین شخصیت‌ها. اما خاندان اژدها بیشتر روی رابطه‌ها تمرکز کرده. رابطه عجیب ویسیریس و دیمون، رابطه‌ای که پر از عشق و حسادته، دوستی رنیرا و الیسنت که کم کم تبدیل به یه دشمنی میشه، رابطه پدر و دختری ویسیریس و رنیرا، یا حتی رابطه ایمون با برادر شگان. اینجا شخصیت‌ها کمتر تغییر میکنن ولی رابطه‌ها مدام تغییر میکنن. یه تفاوت دیگه، گیم آف ترونز همیشه یه دشمن بزرگتر داشت. مهم نبود لنیستر باشی یا استارک. آخرش وایت واکرها همه رو تهدید میکردن. یعنی وسط تمام جنگ‌های سیاسی همیشه یه خطر مشترک وجود داشت. یه چیزی که به همه یادآوری میکرد اختلافاتشون چقدر کوچیکه. ولی توی هاوس آف د دراگون همچین چیزی وجود نداشت. هیچ دشمن مشترکی نیست. تنها دشمن خود تارگریانا هستن. و شاید همین غم‌انگیزترین بخش داستانه. قدرتمندترین خاندان تاریخ نه به خاطر دشمنا بلکه به خاطر غرور، سوء تفاهم، انتقام و جاه طلبی‌های خودشون از هم میپاشن. به نظرم گیم آف ترونز بیشتر درباره قدرته. اینکه قدرت چطور به دست میاد، چطور حفظ میشه و آدما برای رسیدن بهش تا کجا پیش میرن. ولی هاوس آف د دراگون درباره خانواده است. اینکه وقتی عشق، غرور، حسادت و قدرت توی یه خانواده قاطی میشه، آخرش هیچ برنده‌ای باقی نمیمونه. شاید برای همینه که وقتی کاراکسس و وگار روبروی هم قرار میگیرن، بیشتر از اینکه هیجان زده بشیم ناراحت میشیم. چون میدونیم این نبرد خیر و شر نیست. نبرد 2 نفر از یک خونه است. و شاید برای همین باشه که هیچ وقت نمیتونیم این دو سریال رو رقیب هم بدونیم. گیم آف ترونز یه حماسه بود. سفر آدم‌هایی مثل جان اسنو، دنریس، تیریون، آریا و جیمی که هر کدوم مسیر خودشون رو طی کردن. اما هاوس آف د دراگون یه تراژدیه. داستان آدم‌هایی مثل رنیرا، دیمون، الیسنت، ایموند و ویسیریس که از همون اول انگار محکوم به نابودی بودن. شاید ما داریم اشتباه میکنیم.
که انتظار داریم خاندان اژدها همون حسی رو بهمون بده که گیم آف ترونز داد، چون گیم آف ترونز درباره ساختن یک افسانه بود، اما هاوس آف د دراگون درباره نابود شدن همون افسانه است. یکی نشونمون داد که تارگریان ها چطور دنیا رو فتح کردن، اون یکی نشون میده چطور همون قدرت از درون نابودشون کرد. و شاید سوال اصلی اصلا این نباشه که کدوم سریال بهتره. شاید باید بپرسیم اگه اول هاوس آف د دراگون ساخته میشد و بعد گیم آف ترونز، باز هم انقدر عاشق گیم آف ترونز میشدیم؟